سلام، من سعیدم و اینجا با کتابه، جایی که قراره کتابا حرف بزنن و ما گوش کنیم، جایی که قراره کتابای توی کتاب فروشی و کتابخونه به کار بیان و زندگیمون رو عوض کنن، جایی که قراره حرفامون حرفای درست و کتابی باشه، حرفای پژوهشی باشه، نه حرفای الکی و اینستاگرامی. تو با کتاب قراره با کتاب مدیتیشن کنیم، با کتاب قراره یه دستی به سر و روی حال و روز زندگیمون بکشیم و زندگیمون رو و حال زندگیمون رو عوض کنیم و خوب کنیم. حالا که قراره با هم کتاب بخونیم، طبق رسم همیشگی یه لیوان چای برای خودتون بریزید و بفرمایید. فصل 7. هر دوتا فصل رو تو 3 ویدیو قبلی گفتیم، حتما ویدیوشون رو بالا میذارم و نگاه کنید. فصل 7. بن در ابتدای جلسه میگوید شاید این تفکر دلخواه ما باشد، ولی مشکلاتی که موضع قضاوت کننده در مسیر ایجاد میکند چی؟ جوزف گفت همه ما انسانیم و گاه و بیگاه در موضع قضاوت کننده میرویم، ولی خیلی راحت با پذیرفتن این بخش از وجودمان میتوانیم خود را از دست موضع قضاوت کننده خلاص کنیم. قضاوت کننده بودن مشکل نیست، نحوه رابطه ما با آن مشکل است. یک قاعده ساده وجود دارد: موضع قضاوت کننده، جابجایی و حالت موضع یادگیرنده. راستی الکسا از شوهرش چیزی گفته بهت بن؟ از اینکه چجوری از ابزار تفکر سوالی استفاده کرده و حالا پول پارو می‌کند؟ بن اشاره کرد و تایید کرد. جوزف گفت استن همسر الکسا در زمینه سرمایه گذاری مشغول است. چند سال پیش فردی کاملا قضاوت کننده بود و در چاله گیر می‌کرد. اگر چیزی از کسی میشنید و شایعه‌ای میشنید حذفش می‌کرد. مثل سگ شکاری که به استخوان میچسبد به پیش‌فرض‌ها و نظراتش میچسبید. او فرصت‌های معاملاتی زیادی را به خاطر شایعات رد کرده بود. یک بار سرمایه گذاری روی شرکت نوپا انجام داد و سال بعد مدیر اجرایی شرکت عوض شد. مدیر جدید در شرکت قبلی رسوایی مالی بزرگی به وجود آورده بود و استن میگفت جایی که دود باشه آتش هم هست. همه چیز خوب بود، ولی استن نمیخواست ریسک کند، اگرچه آن مدیر از تمام خطاها مبرا بود. الکسا از او خواست از روش آنکا استفاده کند: آگاهی، نفس عمیق، کنجکاوی و انتخاب. آگاهی یعنی آیا من در موضع قضاوت کننده ام؟ استن در کمال تعجب پذیرفت که قضاوت کننده است. نفس عمیق یعنی آیا نیاز دارم درنگ کنم؟ این موقعیت بی‌طرفانه است. استن باز هم خندید و پذیرفت اصلاً بی‌طرف نبوده و اصلاً با مدیر جدید صحبت نکرده است. کنجکاوی یعنی چه اتفاقی داره میفته؟ واقعیت چیه؟ چی رو نادیده گرفتم؟ استن پذیرفت در حقیقت هیچ شاهدی نداشت و واقعیتی از این مدیر نمیدونست. انتخاب یعنی تصمیم من چیست؟ انتخابهای من کدامن؟ استن 1 ماه بعد به من زنگ زد و گفت همه چیز را بررسی کرده و درست است و سرمایه گذاری کرد و 2 سال بعد شرکت موفق شد و او به ثروت زیادی رسید. کل این داستان زنگ بیدارباش استن بود و متوجه شد به خاطر طرز فکر قضاوت کننده‌اش چقدر ضرر کرده است. حالا اگر امروز استن را ببینی هنوز قضاوت کننده و خودرأی است، ولی این بخش خودش را شناخته و میپذیرد و دیگر تصمیم‌های کورکورانه نمیگیرد. بن گفت همه اینها عالی هستند، جدی میگویم، ولی یادگیرنده آدم را ملایم میکند، ولی مدیر باید مصمم یا قوی باشد و در دستورات قاطع. جوزف گفت الکسا چطور است؟
او چطور از پس کارها برمی آید؟ بن گفت راست میگی. هر کسی برای او کار کرده، حتی وقتی به چالش کشیده شده، قابل احترام بوده. جوزف گفت ما یادگیرنده قاطع و قضاوت کننده قاطع داریم، ولی یادگیرنده قاطع نوعی قدرت است با احترام و وفاداری، ولی قضاوت کننده قاطع بیشتر ترس و ناامنی و درگیری. بن گفت آیا فرد یادگیرنده کارها را کند نمی کند؟ اگر همیشه در حالت یادگیرنده باشیم، بعضی کارها نمی تواند به اتمام برسد و هر روز عقب می افتیم. جوزف گفت تا حالا چند بار در موقعیت‌های اضطراری کاری اشتباه انجام دادی و مجبور شدی دوباره از اول تکرارش کنی؟ چقدر به خاطر اینکه عجله داشتی با کسی با بی‌حوصلگی و بی‌ادبانه رفتار کردی و متوجه شدی بعد از آن کمتر با تو حرف میزنند؟ با این رفتارهایت چه میزان تاوان دادی؟ بن فقط به جوزف خیره ماند و به نظرش آمد او تمام هفته بن را در دفترش میپاییده است. جوزف گفت بارها و بارها از آدمهای زیادی پرسیدم که حالت یادگیرنده چگونه است و آنها گفتند هم در زمان صرفه جویی می شود، هم بازده بیشتری دارند. در واقع حالت قضاوت کننده هم سرعتگیر است و هم از اثر بخشی کم می کند. جوزف گفت به تمام مباحث به چشم تمرین نگاه کن، مثل یوگا یا مدیتیشن که بر ذهن تمرکز دارد. این تمرینی است که باید هر روز و گاه ساعت به ساعت به آن توجه کنی. به زودی به گونه دیگر می‌بینی و به گونه دیگری می‌شنوی. جوزف گفت مدتی است داریم صحبت می‌کنیم. می‌خواهی ادامه بدهیم یا استراحتی کوتاه کنیم؟ بن گفت ادامه دهیم. در فصل 8 بن در خلال استراحت یادش افتاد در شرکت قبلی در سمت مهندس بسیار بیشتر در موضع یادگیرنده بوده و بیشتر کارها را خودش انجام میداده و گزارش میداده، ولی در شرکت فعلی بیشتر قضاوت کننده بوده و اینکه شخصی یا گروهی کار را درست انجام ندادن اون رو به این موضع برده و اینها رو با جوزف در میون گذاشت. جوزف گفت بگذار داستانی برایت تعریف کنم. کشاورزی در زمینش مشغول کار بود که خویشش به چیزی گیر کرد و اسب روی دو پا بلند شد. کشاورز اسب را آرام کرد و دوباره خواست راه بیفتد، ولی خویش تکان نمیخورد. کشاورز که آدم بی‌حوصله‌ای بود و در موضع قضاوت کننده بود، اولین واکنشش این بود که سنگ خویش را شکسته و در حال نفرین بود. وقتی پیاده شد و دور خویش را خالی کرد، یک حلقه فلزی دید و خویش را آزاد کرد و اطراف حلقه را خالی کرد. یک صندوق دید که پر از طلا و جواهر بود. اغلب با مقابله کردن با بدترین موانع می توانیم به بزرگترین قدرت ها برسیم. همان مثل معروف هر کجا به مشکل خوردی گنج تو آنجاست. بن گفت هنوز نمیتوانم بفهمم بین این همه آشفتگی گنج کجاست. جوزف گفت با کمی حفاری چطوری؟ اول ببینیم طرز فکر و سوالت راجع به دیگران چیست. وقتی با گروهت جلسه داری چقدر در موضع قضاوت کننده ای؟ بن گفت صادقانه در تمام طول جلسه هیچ کس چیزی نمیگوید، منتظرند من بگویم و چارلز هم به چالش بکشد. جوزف گفت فکر کن کشاورزی و خویش به حلقه گیر کرده است. حالا دنبال گنج بگردیم یا دنبال مقصر باشیم؟ بن گفت نمیفهمم، کمی راهنمایی کن. جوزف گفت جلسات با الکسا را دیدی؟ او چه میگوید یا چه کار میکند؟ بن گفت الکسا سوال میکند، نه سوال و جواب صرف. سوالاتش یادگیرنده است، به ما انگیزه میدهد، الهام بخش است. جوزف گفت بله، الکسا در سوالات از شما میخواهد حد اکثر تلاشتون رو بکنید. در واقع حالت یادگیرنده دلیل یاد گرفتن است
و حالت قضاوت کننده دلیل قضاوت کردن. حالا سوالات تو با الکسا چه فرقی دارن؟ اصلا سوال میکنی؟ بن گفت معلوم است که سوال میکنم، حتی ایمیل میزنم، پیغام میفرستم، از جلسه قبل تا الان چه کاری کردند یا نکردند، ولی جواب کمی میگیرم و عصبی میشوم. جوزف گفت چطور گوش میدهی؟ چطور پاسخ میدهی؟ نحوه گوش کردنت را توضیح بده. بن گفت اغلب ناراضیم و بیقرار، مخصوصا وقتی جوابها اصلا نزدیک نیست، وقتی کسی کوچکترین اهمیتی نمیدهد. معلوم است که قضاوت کننده میشوم. جوزف گفت آهسته دوست من، وقتی با آنها روبرو هستی هم قضاوت کننده میبینی، هم میشنوی، هم قضاوت کننده فکر میکنی، مثل اینکه باز هم گند خواهند زد. بن گفت دقیقاً. خب چه سوال دیگه ای با تجربیات من از آنها میشه پرسید؟ وایسا، نکنه این همان حلقه فلزی است؟ جوزف گفت آفرین، دیدی؟ تو هم مثل کشاورز اولین واکنشت قضاوت کننده بود. حالا کنجکاو شو، کاری که کشاورز کرد. از خودت بپرس اینجا چه خبر است و مسیر یادگیرنده را با گروهت پیش برو. اولین کار برای مبتدی‌ها با گوش‌های یادگیرنده گوش کن. قبل از جلسه خودت را در حالت یادگیرنده قرار بده، مثل الکسا. بپرس از کدام کارگروه تقدیر کنم؟ بهترین توانایی هر یک چیست؟ چه کنم آنها مؤثرتر باشند؟ شرط می‌بندم این سوالات همه چیز را تغییر می‌دهد. بیشتر گوش کن تا طرف مقابل را درک کنی، تا بفهمی چه کسی درست میگوید و مشکل کجاست. بن میگه همین دیگه، هیچ کس راجع به مشکل حرف نمیزنه. اختلاف زیادی داریم و این مرا درمانده کرده و در تله قضاوت کننده انداخته. جوزف میگه حتی اگر هیچ وقت کاملا در حالت یادگیرنده نباشی، میتوانی یاد بگیری که لحظه به لحظه توجهت به کدام حالت باشد. هر توجهی به قضاوت کننده بکنی از یادگیرنده دور میشوی. پس حالت قضاوت کننده را بپذیر و حالت یادگیرنده را تمرین کن. این کار برای گروه مهم است، همان اندازه که برای افراد نیز مهم است. بن گفت پس جلسات الکسا برای همین آنقدر عالی است. او سوال میپرسد، سوال یادگیرنده، بیشتر سوال میکند و کمتر حرف میزند و آدم احساس میکند واقعا گوش میدهد و حرفهای ما اهمیت دارد برایش. جوزف گفت دقیقاً، الکسا واقعاً گوش میکند و با گوشهای یادگیرنده گوش میکند و این سوالات را از خودش میپرسد. اینجا چه چیزی با ارزش بود؟ از این اظهار نظر چه چیزی میتوان آموخت؟ او انتظار یافتن گنج دارد، پس دنبالش میگردد و بیشتر وقتها هم پیدایش میکند. نقشه انتخاب کمک میکند همین روش الکسا را به کار ببرید. نقشه راه هم برای گروه است، هم روابط و هم افراد. جوزف ادامه داد محققان روی گروه‌های پربازده و کمبازده تحقیق کردند. میدانی نتیجه چه بود؟ گروه‌های پربازده که یادگیرنده هستند احساسات مثبت بیشتری دارند. سوالات بیشتری پرسیده می‌شود. ولی گروه‌های کمبازده که قضاوت کننده هستند سوالات کمتر است و بیشتر جانبدارانه. یعنی بیشتر یک ایده القا می شود تا این که به دیگران گوش دهند. فرق این گروه ها که الکسا آن را ائتلاف یادگیرنده می نامد، یعنی در فضای یادگیرنده با هم بحث می کنند، سوالات صادقانه می پرسند و آزادانه حرف می زنند. ولی در فضای قضاوت کننده هر کس روی نظر خودش پافشاری می کند و در برابر نظرات دیگران کر می شود و همدیگر را سرزنش می کنند. بن گفت من نقطه مقابل الکسا هستم. گروه الکسا به دنبال احتمالات جدید هستند با تغییر سوالات، ولی در گروه من کاملا قضاوت کننده هستند و بیشتر اوقات من آنها را به آنجا هدایت کردم. جوزف گفت الکسا هم همیشه اینطور نبود. مثل بیشتر ما قضاوت کننده بود
ولی تلاش و توجه نیاز است برای برگرداندن ورق قضاوت کننده به یادگیرنده. فکر کن مغزت را آموزش بدهی تا کارهایی را کند که نمیداند، مثل رانندگی یا دوچرخه سواری. ابتدا برای انجام آنها نیاز به توجه است، ولی به زودی به ویژگی ثانویه تبدیل می شود. بن گفت این خیلی کار می برد. نمی توانی آن را در یک نصیحت چند کلمه‌ای خلاصه کنی؟ جوزف گفت واقعا مردم چقدر نصیحت را می پذیرند؟ مگر همه ما اینجوری نیستیم؟ من هم سعی می کنم نصیحت نکنم و هر کس به نصیحت خودش گوش دهد. ولی این بار که الکسا را دیدی ازش بپرس. او یک الگوی عالی دارد تا من و تو از آن استفاده کنیم. جوزف گفت یک چیز دیگر هم بپرس. الکسا به تمرینی عالی رسیده است. طوفان سوالی، شبیه بارش فکری است. با این تفاوت که به جای پاسخها به دنبال سوالات جدید می‌گردی. وقتی بن از ساختمان بیرون آمد، در روبرو یک زمین بازی بود که پسری به کوچکتر از خودش دوچرخه سواری یاد میداد. ایستاد و تماشا کرد. هر بار که کوچکتره میافتاد ناله‌هایی از ناامیدی سر میداد و پسر بزرگتر به او کمک میکرد تا بلند شود و در نهایت 30 متر بدون کمک رکاب زد و هر دو خوشحال بودند و پسر بزرگتر او را تشویق میکرد و در صورت کوچکتره بالاخره انجامش دادن مشخص بود. بن احساس شعف کرد و با خود گفت اگر گروه من اینجوری با هم همکاری کنند بالاخره انجامش دادم را بارها و بارها تکرار میکنیم. و امیدوار شد که شاید بتواند مثل الکسا باشد و از جوزف بخواهد چیزهای بیشتری به او یاد بدهد و شاید هنوز برای نجات دیر نشده باشد. خب خوش اومدید. مثل همیشه ویدیوهای ما 2 قسمت داره. قسمت اولش کتابخوانی و قسمت دومش به کار بردن اون فصلهایی که از کتاب خوندیم. تو فصل 7 عنوانش چی میگه؟ دیدن دگرآموز و شنیدن دگرآموز. یعنی چی؟ یعنی آقا گوش دادن آسون نیست. ما فقط میشنویم، گوش نمیدیم. خیلی کم گوش میدیم. خیلی کمتر از اون احساسات، اضطراب، ترس، اون نگرانی که میخواد به ما منتقل شه رو میفهمیم و درک میکنیم. میدونی ما فقط گوش میدیم که ساکت باشیم، نوبتمون بشه که حرف بزنیم. ما فقط گوش میدیم که اختلاف ها رو در بیاریم. حرفی که طرف داره به ما میزنه، طرف مقابلمون هر کسی میخواد باشه، هیچ تغییری تو جمله ما ایجاد نمیکنه، چون ما جمله‌مون رو از قبل آماده کردیم. ما گوش نمیکنیم. واقعا گوش نمیکنیم. اگر گوش بدیم شاید طرف مقابلمون یک حقیقتی رو بخواد به ما بگه. شاید یه ترسی رو، یک نگرانی رو، یک احساسی رو بخواد به ما منتقل کنه. خب چجوری وقتی گوش نمیدیم بخوایم درک کنیم همون؟ معلومه وقتی همدیگر رو درک نکنیم یه نفر سومی میاد این وسط موش میدونه. یه نفر سومی ما رو میکنه عروسک خیمه شب بازی خودش. ممکنه تو خیلی از روابط هست که یک نفر سومی هست. تو بعضی از روابط هم نفر سوم لزوما آدم نیست. میتونه یک کار باشه، میتونه یک عکس‌العمل باشه، میتونه یک واکنش به یک رفتار باشه، اصلا میتونه یه پیام متنی باشه. یه پیام متنی که هیچ احساسی توش نیست و افتضاح بشریت
از تکنولوژی این پیام متنی تو دعواها و بحث هاست. خیلی بده. تو ممکنه از این یه چیز دیگر رو برداشت کنی. چرا؟ چون وقتی که حرف زده نفهمیدی، درکش نکردی، به دعوا رسیده. وقتی کسی رو از خودش نپرسیم، وقتی درد کسی رو از خودش نشنویم، چجوری میخوایم درکش کنیم؟ اینجوری هم نیست که شنیدن و گوش دادن یه روز اتفاق بیفته، من از فردا میخوام گوش بدم پس گوش میکنم. نه، نیاز به تمرین داره. اول از همه باید گوش دادن ما گوش دادن یادگیرنده باشه. یعنی دنبال اشتراک باشیم، نه دنبال اختلافش، نه دنبال درست و غلطش، نه دنبال اینکه نوبتمون بشه حرف بزنیم. تمرینش چیه؟ تمرین اولش اینه که آگاهی. یعنی اینکه آقا من میدونم که تو حالت قضاوت کنندم. وقتی فهمیدم تو حالت قضاوت کنندم، حالا یک نفس عمیق میکشم، یه مکسی میکنم، یک لحظه بی‌طرف نگاه میکنم. وقتی بی‌طرفانه نگاه کنی کنجکاو میشی. حقیقت چیه؟ چی میخواد به من بگه؟ اینجا چه خبره؟ بعد که کنجکاو شدی حالا میتونی انتخاب کنی. انتخاب من چیه؟ میخوام گوش کنم، میخوام بشنوم، میخوام درکش کنم. کدوم؟ همون روش آنکایی که توی کتاب گفت. الف اولش آگاهی، نون نفس عمیق، کاف کنجکاوی و الف آخرش انتخاب. انتخاب آخرین آزادی بشر است. اینو شاید بار چندم دارم میگم. این آزادی بشر از کجا شروع میشه؟ اینجا میخوایم بهش برسیم. از شنیدن، از خوب شنیدن و بعدش درست انتخاب کردن. از اینجا شروع میشه. خوب شنیدن رو کامل توضیح دادیم. گفتیم آقا خوب شنیدن اینه، خوب شنیدن اون. خیلی ها میگن آقا شاه کلید روابط حرف زدن دو نفر با هم دیگه است. نه آقا جان، شاه کلید روابط حرف زدن دو نفر با هم دیگه نیست. شاه کلید روابط شنیدن دو نفر توسط هم دیگه است. متوجه شدید؟ بقیه نمیگن آقا چرا شاه کلید حرف زدنه، چرا شاه کلید فلانه. نه، شاه کلید شنیدنه. ما میتونیم با هم دیگه حرف بزنیم ولی هم دیگه رو نشنویم. من میتونم آروم و ساکت بشینم، طرف مقابلم، پارتنرم، خانواده‌ام، پدرم، مادرم حرف بزنن، ولی من همونی که تو ذهنم بوده. همونی که تو ذهنم بوده از اول، جوابی که آماده کرده بودم همونه. اصلا نمیخوام تغییری روش بدم. باز هم میگم اگر میخوایم بشنویم دنبال نقطه مشترک باشیم، نه دنبال اختلاف. ببینیم بابا واقعا طرف چی میخواد به ما بگه، دردش چیه. حالا یه ذره پامونو بذاریم جلوتر، بریم تو فصل 7 دیدن دگرآموز رو هم ببینیم. دیدن دگرآموز یعنی چی؟ چی جوری باید ببینیم؟ مگه ما تا حالا چه جوری میدیدیم؟ بذار از رو بخونم. میگه این تفاوت‌های ما نیست که ما را از یکدیگر جدا می‌کند، بلکه قضاوت‌های ما از دیگران است. ما چجوری داریم می‌بینیم بقیه رو؟ یکی میگه
من تا یه مشکلی پیش میاد یه دفعه عصبی میشم، بد میشم. جدی میگی؟ راست میگی؟ مگه بقیه تو حالت اینکه خوبن حالت قضاوت کننده میگیرن؟ وقتی همه چی آرومه، وقتی همه چی خوبه، معلومه همه تو حالت قضاوت کننده نیستن، تو حالت یادگیرندن. این یه حرفی که جدیداً پیش اومده، این سمی بود. اصلا کی گفته سمی کیه؟ اصلا سمی چی هست؟ اصلا چی کار کنیم میشیم سمی؟ اصلا چی کار کنه میشه سمی؟ اصلا چند نفر سمیان؟ 1 نفر، 2 نفر، یه همکار، یه دوست، 2 تا دوست، چند نفر؟ ما هیچ مشکلی نداریم ها، ما خوبیم. وقتی من کتابو میخوندم و از دوستان میپرسیدم آقا تو چند نفر به نظر تو حالت قضاوت کنندن؟ میخندید آره همه، فلانی فلانی فلانی. بعد میگفتم خب چند نفر تو حالت یادگیرندن تو اطرافت؟ دیگه ساکت میشد، هی میرفت تو خودش، هی فکر میکرد نکنه خوبه جمع من و شماییم، بقیه بدن ها، بقیه تو فاز قضاوت کنندن، ما فقط تو فاز یادگیرنده ایم. نمیشه اینجوری. اینکه مشکل فقط از دیگران، از ما نیست. اگه مشکل از بقیه است، چرا تو یه جایی هم مشکل تو زندگی ما گیر خورده بشه؟ اصلا یه خاطره، این یکی از دوستای من با یک همسرش که الان همسرش هست 2 سال قبلتر خواستگاری رفته بود و اوکی نشده بود. بعد 2 سال بدون هیچ ارتباطی با هم، بعد 2 سال شهر و زندگی و کار و بالاخره شرایط اینها رو دوباره به یه جا رسونده بود و مجدد رفته بود خواستگاری و اوکی شده بود و الان خیلی هم خوب و خوش دارن با هم زندگی میکنن. چند سالی هم هست که ازدواج کردن. بعضی وقتا اون درسته جلو چشممونه، ما نمیبینیم. چرا؟ چون یادگیرنده نیستیم، تو فاز قضاوت کننده ایم، تو اینکه من درست میگم. غیر از اینه مگه؟ تو سری ویدیوهای این کتاب سوالاتت رو تغییر بده تا زندگیت تغییر کند چندین چیز گفتیم، حتما ببینید. اولی شد مشاهده کردن، ما اول مشاهده کنیم، بعد اینکه بفهمیم، آگاه بشیم از حالت قضاوت کنندمون. بعد از اون گفتیم ما هم قضاوت کننده ایم، هم یادگیرنده، همزمان جفتش رو ما هستیم. پس از سوالات جابجایی استفاده میکنیم که بیایم تو حالت یادگیرنده. درست؟ حالا که اومدیم تو حالت یادگیرنده، حتی شده چند دقیقه تو حالت یادگیرنده باشیم خوبه. همین که تمرین کنیم، هی قضاوت کنندمون رو بفهمیم، هی بیایم تو حالت یادگیرنده، هی قضاوت کننده رو بفهمیم، دوباره بیایم تو حالت یادگیرنده. فرق بین این دوتا، تو حالت یادگیرنده ما دنبال نقطه مشترک هستیم، یعنی اصلا ما نقطه مشترک ها رو میبینیم. تو حالت قضاوت کننده که دعوا میکنیم، بیایید این بار اینجوری رفتار کنیم. این دفعه که دعوا شد، این بار که با پدر، مادر، همسرت، با پارتنرت، با دوستت دعوا شد، دنبال جواب نگرد. اتفاقا بیا دنبال سوال بگرد. دیوانه شدی؟ دنبال سوال؟ آره، سوال بپرس. هرچی بیشتر سوال بپرسیم، هرچی بیشتر سوال بپرسیم، هرچی بیشتر گوش کنیم و هرچی کمتر حرف بزنیم، بیشتر مشکلمون حل میشه، بیشتر میفهمیم طرف مقابل چیه. سوال ها
نه سوال بازداشتگاهی و بازپرسی و دادگاهی و تو چرا این کارو کردی من این کارو کردم، نه، سوال یادگیرنده. جلوتر میگیم که سوالات یادگیرنده باز چه شاخصه هایی داره. من چون این کتابو 4-5 بار خوندم دارم میگم جلوتر میگیم. سوالات یادگیرنده بپرسیم، سوال بپرسیم، گوش کنیم و کمتر حرف بزنیم، مشکلمون حل میشه. اتفاقا داشتم به یکی از دوستان میگفتم همین چیزی که تو این کتاب اتفاق افتاد برای منم اتفاق افتاد. وقتی داشتم باهاش حرف میزدم برگشت گفت باشه اینی که تو میگی درست، ولی خب اگه قرار باشه ما همیشه فکر کنیم، همیشه سوال بپرسیم، همیشه گوش بدیم، خب خیلی کند میشه زندگیمون. گفتم نه، دقیقاً تو کتابم هم اینو نوشته بود. برید تو قسمت قبلی نگاه کنید، تو قسمت کتابخوانیش که میخوندیم چند بار تا حالا به خاطر اینکه عصبانی بودی یه کاری کردی که اشتباه بوده؟ چند بار به خاطر اینکه عجله داشتی، به خاطر اینکه تو حالت قضاوت کننده بودی یه رفتاری کردی که بعدش مجبور به عذرخواهی شدی؟ چند بار به خاطر اینکه ناراحت کردی طرف مقابلت رو برای اینکه نشنیدیش، برای اینکه درکش نکردی؟ یه جمله‌ای بهش گفتم وقتی ما میتونیم با ترمز از روی سرعتگیر زندگیمون رد شیم، چرا از روی سرعتگیره میپریم که بعداً بخوام بریم تعمیرگاه دعوا 2-3 روز اونجا معطل بشیم؟ چرا لقمه رو بچرخونیم دور سرمون؟ چرا کار سخت رو انجام بدیم؟ و چیزی که من بهش رسیدم اینی که من تو 34 سالگی این کتاب خوندم و چند بارم خوندم و به این نتیجه رسیدم که میشه درست کرد زندگی رو، میشه زندگی رو تغییر داد اگر که این تمرین هایی که توی کتاب داره میگه و داریم حرف میزنیم با هم مثال میاریم و کتاب رو میخوایم تو زندگیمون به کار بگیریم رو اگر به کار بگیریم، هنوزم واسه نجات زندگیمون دیر نشده. به خودمون و پارتنرمون و خانواده‌مون کمک کنیم زندگی هممون رو تغییر بدیم. شک نکنید. کانال رو سابسکرایب کنید، با عشق سابسکرایب کنید، کامنت بذارید، تو کامنت ها با هم در ارتباط باشیم، لایک کنید و اینکه ویدیو رو واسه بقیه دوستاتون بفرستید تا همه با هم بتونیم یه حال خوبی تو زندگیمون داشته باشیم. مثل همیشه دوستتون دارم.